دوستان یک چیز خبر دارین شما؟ غزال جان در پهلوی ازی که صدای بسیار مقبول داره و مقبول میخوانه آهنگای لایف و یگان فکایی هم بسیار مقبول میگه. باور کنین یکی از کارهایی که من کلانترین نقص دارم در اون فکایی گفتن است. اگر فکایی از زبان ما بشنوین دیگه نمیخواین فکایی بشنوین. یک بار خیلی کوشش کنین یک فکایی بگین ما تصمیم میگیریم باز چطور است. من یگانه فکایی که یاد دارم امو مولا نصرالدین و تخم و چوکی است. بگویم یا شنیدگیست؟ اون همگی میگن نگوین. غزال جان در پهلوی ازی که آواز میخوانین فکایی هم یاد دارین که فعلا نگفتین، میگن تمثیل هنرمندای بسیار خوبه که هست، آوازشان بسیار مقبول تمثیل میکنین. یک تمثیل شما از آوازشون. امام شو فقط میخوایم از خانم نغمه رو بکنم، درست است؟ صحیح است. از خانم نغمه رو بخاطر که دیگرها هوایش نیست. صحیح است از خانم نغمه. خب میخواین که بکنیم یا نه؟ خب محبت کسری لمبی لمبی نوی لیونی بتا پسی نوی محبت کسری لمبی لمبی نوی لیونی بتا پسی نوی محبت کسری لمبی لمبی نوی لیونی بتا پسی نوی تولش بتا پسی جالبا تاد پاکلانا غوالبا محبت کسری لمبی لمبی نوی لیونی بتا پسی نوی. حالا در همین فضا یکی دیگه او هم هندی باشه از لتای هندستان، چون صدای لتا و از خودت بسیار زیاد مشابه است. او خواهش میکنم از برای خودم. من به او خاطر گفتم. چطور دوست راست نیستمی؟ پس باشم اینجا یک آهنگ هندی او هم از لتا. जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे तुझे याद करेंगे जब हम जवां होंगे लेकिन जहाँ होंगे वहाँ तुझे याद करेंगे जब हम जवां